تو این ویدیو دوربین مداربسته سیم کارتی کارکم پرو رو به شما معرفی می‌کنم. سلام دوستان، من سجاد دهقان هستم و اینجا استودیو کارسیتو. ما در اینجا تجهیزات امنیتی و مودم‌های سیم کارتی رو به شما معرفی می‌کنیم. با من در ادامه همراه باشین با معرفی این دوربین مداربسته جذاب. ما اینجا یک عدد دوربین مداربسته کارکم پرو داریم. از ویژگی‌های اصلی این دوربین مداربسته داشتن دو لنز به صورت همزمان هستش. لنز اول واید و لنز دوم اپتیکال که قابلیت زوم 10x رو داره. زوم این دوربین به صورت اپتیکال و موتورایز هستش و دیجیتالی نیست. این دوربین مداربسته در دو نوع وای فای و سیم کارتی موجوده. که مدلی که همکنون در دستان من هست مدل سیم کارتیه که قابلیت پشتیبانی از تمام سیم کارت های اپراتورهای ایران رو داره. این مودم دارای دو عدد آنتن خارجی هست که باعث افزایش برد وای فای اون میشه. از بدنه ABS تشکیل شده، ضد آب، داره چرخش 360 درجه به طرفین و 10 عدد LED که 4 تا از LED های اون به صورت وارم لایت هست و در شب باعث دید در شب رنگی میشه. این دوربین مداربسته دارای صدای دو طرفه هست که هم میتونه صدای محیط رو بشنوید و هم بر روی محیط صحبت کنید. قابلیت پشتیبانی از تعقیب سوژه رو داره به این شکل که وقتی سوژه ای رو ببینه علاوه بر این که بر روی موبایل به شما پیام ارسال میکنه، سوژه رو نیز دنبال میکنه و به همراه یک عدد آداپتور عرضه میشه. خب اینجا کلیدهای کنترلیش رو داریم که با این کلید ریست میشه و از طریق این کابل لن میتونید اینترنت رو به صورت کابلی هم بهش متصل کنید و این یکی کابل هم که کابل برقش هست. خب در ادامه با آنباکس این دوربین با من همراه باشید. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. در صورتی که برای انتخاب این دوربین مداربسته و یا سایر دوربین‌های مداربسته وای فای نیاز به راهنمایی بیشتری دارین، کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. خدا نگهدار.